آیا واقعاً عامل 2/3 سرطان‌ها تنها بدشانسی است؟ به گزارش سایت رادیو فردا، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که اکثر موارد ابتلا به سرطان تنها ناشی از بدشانسی افراد است، نه حتی سبک زندگی، مشکلات ژنتیکی یا رژیم غذایی. این گزارش نوشته است مجله علمی معتبر ساینس در آخرین شماره خود نتیجه تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا را منتشر کرده که نشان می‌دهد علت اصلی بروز سرطان در انسان بیشتر جهش تصادفی در دی ان ای هنگام فرایند تقسیم سلول‌های بدن است. این موضوع را با دکتر محمد کاظم نیک عطاری پژوهشگر در دانشگاه جورج واشنگتن در میان می‌گذاریم. دکتر خیلی خوش اومدین به این برنامه. سلامت باشید، در خدمتتون هستم. دکتر این خبر که من خوندم چی فکر میکنین راجبش؟ حتما خودتون هم دیدین. بله، این خبری است که توی اصل خبر و اینها چی فکر میکنین راجبش؟ تو این یکی دو روز گذشته که این خبر تو این مجله چاپ شده، البته در بخش آنلاینش خیلی راجبش نظر دادن، با وجود این که دانشگاه تو این چند روز تعطیل بوده، ولی علیرغم این هم در سایت های فارسی زبان من خیلی دیدم که مردم دنبال میکنن و هم نظرات علمی در خود اصل، در ذیل اصل مقاله زیاد داده شده. ببینید قبلا برعکس بود ها، قبلا یه چیزی برعکس میگفتن که همه مواظب باشین و غذا و نمیدونم خیلی عوامل محیطی رو مؤثر میدونن. حالا شما توضیح بدین که چه تفاوتی کرده این خبر با اونچه که قبلا اعتقاد میرفت؟ در قبل از این و تا الان در واقع بیشتر اعتقاد بر این بود که عوامل دیگه باعث این جهش‌های ژنتیکی و نهایتاً بروز سرطان میشن. عواملی مثل عوامل متعددی که حالا هم از الکل و دخانیات و عوامل ژنتیکی و بقیه مسائل، یعنی تقریبا نسبت به نسبت 2/3 عوامل محیطی بود و 1/3 عوامل ناشناخته بود که حالا اسمشو بدشانسی یا هر چیز دیگه میشه گذاشت. بر اساس این تحقیق این 1/3 رو در واقع داده به عوامل محیطی و 2/3 عوامل ناشناخته هستند که اون رو به نام بدشانسی در واقع در مقاله ازش نام برده شده. ولی واقعیت این است که عاملی برای جهش ژنتیکی وجود داره، اما اون عامل فعلا برای ما ناشناخته است. نکته دیگه که در مورد این تحقیق هست، این تحقیق در آزمایشگاه انجام شده، یعنی هنوز تحقیقات میدانی بر روی افراد انجام نشده و در واقع تز و پیشنهاد هست. این دلیل نمیشه که مردم دیگه در واقع همه اون عوامل مشکلزا و بیماریزا رو فراموش بکنن و اهم از تغذیه، عوامل محیطی، استرس و چیزهایی که میتونه باعث تشدید سرطان و یا به وجود آوردن اون جهش‌های ژنتیکی بیشتر رو نادیده بگیرن.